از دفتر ناله های باد دو و قلم پدرم ازم خجسته. محمد شکر. موسفیدی با وقار و قد بلند، در دلی دیهه عزیز و ارجمند، با صلابت همچو مردی پهلوان، فر نیکو خصلتی در او عیان. خوشدل و خوشرو و خوشگفتار بود، آدم از جنس ننگ و عار بود. حافظه او را قوی چون کهربا، حرفهایش رمزنی نور و صفا. همچو دانشنامه بحری بی‌حدود، با درایت رازها را می‌گشود. اهل قرآن بود آن مرد خدا، خلق و خویش نسخه از انبیا. با حدیث و آیه ها به مدعا، درس عبرت بخش می‌داد به ما. هزل و شوخی نیز می‌کرد آن عزیز، هزل‌هایش بود از توهین تمیز. یار غار و همدمش مرزا نیاز، کار صحرا شغلشان روز دراز. نازهاشان گاه مثل کودکان، ساده و زیبا بود و به این و آن. ذوق می بردند هر دو پیر کار، شاکر داد و نداد روزگار. در زمان فارغ از کار و تلاش، در لبی جو بعد صرف چای و آش، قصه های ناب و زیبا می نمود، با ذکاوت هر معما می گشود. بس که ذهنش باز و قلبش پاک بود، سقف آگاهیش تا افلاک بود. دیده بس شیب و فرازی روزگار، با خبر از هر چی رازی روزگار. پیر و برنا دور او لال و خموش، قصه های ناب او را کرده گوش. هر یکی از فهم او اندر شگفت، درس مهر و عشق و تقوا می گرفت. در زمستان که نشسته دور او، زاره می کردیم بابا قصه گو. پیری ما با لحن گرم و دلنشین، قصه می کرد از جدال مهر و کین، از امید، از عشق، از نفرین و آز، از طمع، از دست کوتاه نیاز. قصه های از فریب و دشمنی، قصه های تلخ حرص و منمنی. هی ورق می زد خط تاریخ را، تا نمایاند اساس و بیخ را. تا بگوید در دل هر سرگذشت، بر سر فرزند آدم چه گذشت. ما سراپا گشته جمله گوش و هوش، چشم بر او همچو تندیس خموش. قصه ها می کرد از بهرام گور، با شهامت، با صلابت، با غرور. داستان رستم و سهراب را، سوگ و درد و دیده پر آب را. از کیومرث و فریدون زال زر، از غمی تهمینه در مرگ پسر. از شکوه و فر نسل آریان، از نبردی گیو با تورانیان. از شگرد و فتنه افراسیاب، قصه ها می گفت با چشم پرآب. خود مگر شاهنامه را بنوشته است، یا که آن را در ضمیرش کشته است؟ یا که بوده شاهدی آن صلح و جنگ، خود گرفته از گریبان پشنگ؟ این چنین ذهنی بزرگ و باز را، داده بر او خالق ارض و سما. ما بر این باور که خود محمد شکر، بوده با کیخسرو و بهرام گور. در سمنگان دیده آن رودابه را، کرده است آرام او سودابه را. هم به کیکاووس شاه کم خرد، او نصیحت کرده است از نیک و بد. یادم آید آدمان از هر طرف، تا نموده مشکل خود برطرف.
روز یا شب نزد او می آمدم، بهر چاره گفتگو می آمدم. آن یکی آمد بگفتا ای اکا، مو به مو گوید هفت پشتی مرا. هم نمی دانم تبار و نسل خود، هم نمی دانم نیاکانم کی بود. لطف کرده بهر من گوید تا خود شوم با رفتگانم آشنا. پیر فکر کرد و لبخند نمود. بعد از آن قفل دری بسته گشود. یک به یک اجداد او را یاد کرد، خاطری بگذشتگان را شاد کرد. گفت از نام و نشان هر کدام، مرد شد از دانش او شادکام. بار دیگر هم یکی آمد نشست، لب گشود و گفت با آواز پست ای اکا، آیا کی بوده مادرم؟ قربت دارم مگر با خواهرم؟ بچه خواندی گفت بر من آن فلان، طفل بودی مادرت رفت از جهان. این که مادر گویش باشد اوگی، مادر اندر مادری بخشی کی. پیر آرامانه سوی آن جوان گفت تلخ است این حقیقت لیک دان. آره این مادر تو را مایندر است، مادری تو رحمتی آن دیگر است. نقل می کرد و مهمان می گریست، آریا این تضاد زندگی است. هر یکی دارد معمای عجب، هر یکی را صد معما در نسب. آن یکی بیگانه با جد خود است، هویت گم کرده تنها خود پرست. آن یکی پابند قرب و اتفاق، دیگری پیوسته در فکر نفاق. آن یکی اندیشه اش جاه و پل است، دیگری در فکر بنیاد پل است. آن یکی بای است اما بیقرار، دیگری نادار اما غمبرار. آن یکی طرح خصومت می کشد، دیگری تار رفاقت می تند. آن یکی هر روز و شب با عیش و نوش، در حصار بردگان خود فروش. نی به فکر این جهان و آن جهان، نی در او از آدمیت یک نشان. این معماها چو درس زندگی، می کند القا طریق بندگی. درس می باید گرفت از هر نفس، تا نگردی بندی آز و هوس. بادها با اینکه بی پا و سرند، قصه ها را هر کجای می